مطمئن باشید که کلید موفقیت آینده شما حال خوبتون در لحظه اکنونه و کلید حال خوب الانتون دوست داشتن خودتون. پس میزان موفقیت شما به این موضوع کاملا و مستقیما مرتبطه که چقدر خودتون رو دوست دارید، چقدر حال دلتون با خودتون خوبه، چقدر شکرگزار داشته هاتون هستید. دوست خوبم، خودت رو همینطور که الان هستی بپذیر، تایید کن، خوشحال باش. آهسته آهسته معجزات کوچکی از راه میرسه، به هیچ وجه نمیتونی فکرش رو. سرزنش و انتقاد خودتون شما رو جوری زندانی میکنه که نمیذاره حتی یه قدم هم جلو برید. با خودتون مهربون باشید، خودتون رو یکمی نازدارید و مطمئن باشید زندگیتون خیلی خیلی خیلی